هو الذی خلق من الماء بشرا، الله از آن است که آفرید از آب بشر انسان را، فجعله نسبا و سحرا، گردانید را تقسیم کرد به نسب و سحر. یعنی انسان را از آب آفرید. آب کدام است؟ خلق آفرید از آب بشر را. آب امون نطفه است، نطفه منی که از اونم آب الله انسان پیدا میکند. مثل که می فرماید در سورت الدهر قد هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا. سمیع و بصیر از اون یک قطره آب میره ما جور میکنیم. الله میگه آفرید انسان از آب بشر آفرید، فجعله نسبا و سحرا، با تقسیم کرد امی انسان از یک نطفه واحد به دو قسم، یکی نسب دیگه سحر. یعنی صاحب نسب بچه هاست که به نسبت میشه و یا نسب به طرف پدرها نسبت داده میشه. فانما امهات الناس اویتون، مثل که شاعر میگه که مادرای مردم ظروف است مستودعاتون، یا امانت مانده میشه ولی الآبای ابنان، پدرها بچه داره. یعنی نسب که بچه هاست دیگه یکی با دیگه چیز هستن به حساب نسب برادر هستن. و سحرن، سحر کس اوناس است، یعنی زن ها است، طبقه اوناس است، طبقه زن است که یساهر بهن، که به سبب ازی خویشاوندی میشه. سحر اصل خویشاوندی متوسط ازی. و به نسب یتعارفون، به سبب نسب که پدر است پدر کلانی بچه یک دیگر را میشناسن و وصل میشن با یک دیگر. و با مساهره یعنی چی؟ خویشاوندی که دختر از او را گرفتی بازو چیت میشه، پدرش خسر میشه و مادرش خشوع میشه، این تو خویشاوندی پیدا میشه، محبت پیدا میشه، با مساهره مودت پیدا میشه. یکم تو را ببینیم باز خانم خود از پدر مادر خود کده زیاد دوست داره، نه ایمان که نباشه ضعیف باشه و توسط از او اولادار و باز خسر خود یکم دفعه از بابا کلان خود کده دوست داره. خشوع همچنان از مادر کده زیاد دوست داره. خشوع جای میته، خسر نان میته ولی پدر مادر نان نمیته و جای نمیته. اینطور این محبت به این حد زیاد میشه. توسط اینمی طبقه خانم ها محبت خویشاوندی پیدا میشه. اجتماع غریب بالقریب، یک کسی غریب ناشنا دور است از کشور پاکستان با قریب با نزدیک، غریب با قریب، یعنی اینقدر نزدیک میشه که بیخون از یک دیگر اینقدر دوست می داشته باشن که حتی چی میشینه بیخی از پدر جدا میشه به خاطر یک خانم. چی میگن او را؟ خانه داماد میشه. خانه داماد پدر اعلام میکنه مادر هم به خاطر امو خانم میره قرار موجه خدمتگار و غلام خسور خشوع میشه. میگه این خانه داماد شیشته به خاطر از این قبال محبت می باشه که بیادر خدا قد دوست نداره، مثل که خسور برای خدا دوست می داشته باشه. یکم تا می خسور برای میگن توته جگر است، نه؟ یعنی که بسیار شیرین است. ولی این کار میگه این محبت است که این سبب این محبت ها میشه. فجعله نسبا و سحرا، خویشاوندی نسب، خود نسب که خویشاوندی از جهت نسب، یکی از جهت چی؟ سبب. بازی را سببی میگن که از خسوری و بازی خسور میشه و خشوع میشه و دیگه خیاشنا میشه و خسور بره میشه و ایدامات میشه و ایدامات دوست میداشته باشن. و ببینی که باز همی خسور دیگه اگه زر پیسه و یا خانه برش جور میکنه قد زحمت میکشه، ایران اینون سر بچه خود کوشش نمیکنه که سر ایدامات خود میکنه. و کان ربک قدیرا، بدون شک اصر رب تو قدرتمند، یعنی مبالغه در قدرت، بسیار قدرتمند که از یک